حالا به این فکر کردی که چرا سگت همه جا از آشپزخونه گرفته تا دستشویی مثل یک سایه پشمالو دنبالت میاد؟ بر اساس نظریه‌های رفتارشناسی در سگ‌ها این فقط عشق نیست، ترکیبی از وابستگی و وفاداری بیولوژیک اونه که در مغزش برنامه‌ریزی شده. سگ‌ها در پیشینه و گذشته‌شون به صورت گله‌ای در طبیعت زندگی می‌کردند. هزاران سال پیش بقا وابسته به نزدیک موندن به رهبر بوده و توی ذهنشون اون رهبر تویی. وقتی سگت کنارت راه میره مغزش اکسیتوسین آزاد میکنه، همون هورمون عشقی که انسان وقتی کسی رو که دوستش داره بغل میکنه رو تجربه میکنه و این احساس بهش القا میشه که من در امان هستم. ولی مثلا وقتی ازش فاصله میگیری و از اتاق میری بیرون، این احساس آرامش پایین میاد. مغزش جدایی رو حس میکنه و آمیگدال، بخشی که استرس رو فعال میکنه، روشن میشه و این غریزه وفاداری باعث میشه که همه جا دنبالت بیاد. بیولوژیک اون امنیت و اطمینان کنار تو بودن رو به فضای شخصی ترجیح میده. و قسمت قشنگ و البته عجیبش اینجاست که وقتی بالاخره کنارت جمع میشه و میخوابه، ضربان قلبش اغلب با ضربان قلب تو همزمان میشه. دو دستگاه عصبی که فقط با نزدیک بودن همدیگه رو آروم میکنن. تا حالا این تجربه رو داشتی و دقت کرده بودی که وقتی کنارت میخوابه ضربان قلبت پایینتر میاد و تو هم آروم میشی؟ پس دفعه بعدی که هر جا که رفتی سگت دنبالت راه افتاد کلافه نشو. در واقع اون فقط با تنها زبانی که بلده داره میگه که تو خونه امن منی. اگر سرپرست سگ هستی و میخوای سگت رو بهتر بشناسی، آموزش‌های پیجمون رو از دست نده.